امروز مسئله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و تندرویی یکی از مسائل مبرم، یکی از مسائل خیلی مهم و یکی از مسائل داغ جهانی شده است. نه تنها کشورهای خاورمیانه یا اینکه کشورهای آسیا مرکزی که در مستقیما در همسایگی با افغانستان متاسفانه جنگ زده‌ای که این روز در آنجا افراطگرایی و تندرویی به سطح اعلا رسیده است قرار دارند، بلکه این پدیده به تمام جهان تهدید می‌کند و این روز جهانیان درک کردند که واقعا این پدیده می‌تواند خطر بزرگی را برای تمام جهان بگیرد. تشکیل چین یک کلوب کارشناسان مسائل ایران معاصر این تشکیل بحث‌های کارشناسی است، یعنی کارشناسان بسیار برجسته مسائل ایران معاصر و در مجموع متخصصان منطقه در این بحث‌ها اشتراک میکنند و نظر خود را، نظر کارشناسی خود را دایر به این آن مسئله که در این جلسه ها مورد بحث قرار میگیرد ابراز میکنند و راه‌های حل اون مشکلی که هست اینها پیشنهاد میکنند. اینا فقط یک نظر است، یک فکر کارشناسی است. تا کدام سطح از فکر و عقیده و نظر کارشناسان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلدار استفاده میکنند این مسئله دیگر است و فکر میکنند که حکومت جمهوری تاجیکستان هم هر یک عقیده و نظر خوب و که پیشنهاد می شود و برای مبارزه با مقابل این پدیده خطرناک مفید خواهد بود از این استفاده خواهد بود. نظر کارشناسی همیشه مهم است.